خرجت الى السوق فاشتريت اقلاما و مساطر و محابر و کراریس. ترجمه اش چنین است که به بازار رفتم، پس خودکار یعنی قلم و خطکش یعنی همون جدول و دوات یعنی که رنگدان و دفتر خریدم. پس این جمله را تحلیل و این جمله را اعرابش چنین می باشد: خرجتو، پس میگوید خرج فعل ماض مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرك. التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل رفع فاعل. یعنی که خرجتو فعل و فاعل بوده است. این جمله جمله فعلی است. چرا؟ زیرا اینکه با فعل شروع شده است، با فعل خرجه. پس جمله جمله فعلی بوده است. پس در جمله فعلی ما فعل و فاعل را اگر فعلمون متعدی باشد مفعول بهی را جستجو میکنیم. کلمه خرجه، فعل خرجه، این فعل لازم است، این احتیاج به مفعول بهی ندارد. پس خرجتو این فعل و فاعل است و خلاص، احتیاج به مفعول بهی ندارد. الى السوق، الى حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. السوق اسم مجرور بحرف جر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس این کلمه السوق اسم مجرور بوده است. الى السوق جار و مجرور می شده‌اند، زیرا که اله حرف جر است و السوقی اسم مجرور. پس این جار و مجرور همیشه متعلق از ما طلب میکند. متعلق یعنی تکیهگاه، یعنی کلمه یا جار و مجرور و ظرف اینها هر دویشان ضعیف هستند. اینها به مثال یک انسان کسلی هست که انسان کسلی احتیاج به یاردمچی دارد تا اینکه از جایش برخیزد. پس جار و مجرور و ظرف انا همین طور به مثال انسان کسلی هست، یعنی احتیاج به یاردمچی دارد تا اینکه این جار و مجرور را به پا بخیزاند. این مثال ساده برای فهمیدن جار و مجرور که احتیاج به متعلق دارد. این بسیار مثال ساده است تا اینکه شما این مسئله را بفهمید. اما از دیدگاه گراماتیکی اگر صحبت بکنیم، یعنی جار و مجرور و ظرف عامل طلب میکند. جار و مجرور و ظرف باید عامل داشته باشند. اگر عامل نداشته باشند جار و مجرور و ظرف آمده نمیتواند. پس در این کلمه الی السوقی ما و شما میبینیم این جار و مجرور عاملش خرجه هست. پس از این حساب است که میگویم الی السوقی الجار والمجرور والجار والمجرور متعلقان بالفعل خرجتو. پس این جار و مجرور متعلق به فعل خرجه می باشد. اکنون خرجتو الى السوقی این جمله هست. این جمله را حکمش چی است؟ میگد که والجملتو، یعنی جمله خرجتو الى السوقی، انا همین جمله را در نظر دارد. والجملتو ابتدائیتون، یعنی این جمله ابتدایی هست. با این جمله شروع کردیم. این جمله محل اعراب ندارد. جمله های ابتدایی محل اعراب ندارند. از این حساب میگد که والجملة ابتدائیتون لا محل لها من الاعراب، یعنی که این جمله خرجت الى السوقی جمله ابتدایی است و محل اعراب ندارد. جمله های ابتدایی
در اعراب لامحل می باشند. پس این بود اعرابی خرجتو الى السوقی. بعد از این فاشتریتو در اینجا 3 کلمه می باشد. فا یک کلمه هست، اشترا یک کلمه هست، التاء یک کلمه هست. باید اینها را یک تا به یک تا اعراب و تحلیل بکنیم. پس فاشتریتو، الفاء حرف عطف مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب. این فا حرف عطف بوده است و در اعراب گفتیم حرفا لا محل می باشند. اشترا معطوف علی الفعل خرج. پس فعل اشترا عطف شدگی است در جای فعل خرج و فعل خرج معطوف علیه است. فعل خرج معطوف علیه می باشد، یعنی که اشترا معطوف بر خرج هست و خود خرج معطوف علیه می باشد. معطوف علیه. چرا ما این گپ رو میگوییم؟ این عطف در جای خرج میگیم و خرج معطوف علیه. چرا این گپ رو میگوییم؟ یعنی که ما پیشتر بیان کردیم که خرجت الى السوقی الجمله ابتدائیه، یعنی جمله ابتدایی هست، جمله ابتدایی هست و محل اعراب ندارد. پس کلمه اشتریتو تا آخرش این هم عطف در جای جمله ابتدایی لا محل است. پس فایدهش همین است، این هم عطف در جای اون جمله ابتدایی که لا محل بود، این هم عطف در جای انا همان جمله می باشد. پس اشترا فعل ماض مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرك. التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل رفع فاعل. اقلاما، پس دقت بتید، اشترا فعل متعدی بوده است، خرجه را گفتیم فعل لازم است، اما اشترا فعل متعدی است. پس اقلاما مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس کلمه اقلاما مفعول به اشترا می شده است، از این حساب منصوب آمده است. و مساطر، اکنون دیگر باقی مانده کلمه ها همه عطف در جای نمی کلمه اقلاما می باشد. و مساطر میگد که الواو حرف عطف مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب. مساطر اسم معطوف علی المنصوب، منظورش اقلاما، منصوب یعنی منصوب در جای منصوب که هست پس منصوب است. و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس کلمه اقلاما تنوین داشت و این تنوین ندارد. چرا؟ میگه بدلا من التنوینی، انا من فتحه آخرش بدل از جای تنوین هست. چرا تنوین را قبول نکرد؟ لانه ممنوع من الصرف، زیرا اینکه کلمه مساطیر ممنوع من الصرف می باشد، غیر منصرف است. چرا غیر منصرف است؟ یعنی علت و سببش چیست؟ لصیغه منتهى الجموع، به خاطر آنه که مساطیر صیغه منتهى الجموع می باشد. صیغه منتهى الجموع چنان با قوتی که از خودش به تنهایی کلمه را غیر منصرف می گرداند. پس صیغه منتهى الجموع چی نمود کلمه هست؟ همون جمعی که، دقت بتید، همون جمع، اسمی که جمع باشد، همون جمعی که سیم حرفش الف باشد، سیم حرفش الف و بعد از الف 2 حرف حرکت دار باشد، مانندی مساطیرو. دقت دادید، مسا سیم حرفش الف است، طیرو بعدش 2 حرف حرکت دار است. از این حساب کلمه مساطیر صیغه منتهى الجموع است و صیغه منتهى الجموع غیر منصرف می باشد. پس مساطیره غیر منصرف هست.
بعد از این جمله و محابر، الواو حرف عطف مبنی على الفتحة لا محل له من الاعراب. محابر اسم معطوف على المنصوب، اقلامند عطف شدگی است. منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بدلا من التنوین لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. و کراریس، یعنی که و محابیر را تفصیل و بیان نکردیم و شرح ندادیم، زیرا اینکه در کلمه پیشترش که مساطره عینا همین گپا بود، شرح و تفصیل و بیان براتون تقدیم گرداندیم. و کراریس الواو حرف عطف مبنی على الفتحة لا محل له من الاعراب. کراریس اسم معطوف على المنصوب اقلاما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بدلا من التنوين لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. پس کلمه و کراریسه همچنین صیغه منتهى الجموع هست. پس یک سوال کند بگوید پیشتر گفتید سیم حرفش الف باشد، بعد از الف دو حرف حرکت دار باشد. در کلمه کراریز بعد الف سه حرف است، حرف بینگیش ساکین است. ببینید کرا ریسا ر یا سین، یعنی سه حرف است و حرف بینگیش ساکین است. آیا این هم صیغه منتهی الجموع هست؟ پس جواب چنین است که بله برادرم، صیغه منتهی الجموع دو وزن دارد. وزن اولش سیم حرفش الف، بعد از الف دو حرف حرکت دار باشد. دویم وزنش عینا به مثل وزن اول سیم حرفش الف، اما بعد از الف سه حرف باید باشد و حرف بینگینهش، همون سه حرفی که بعد از الف هست، حرف بینگینهش باید ساکین باشد، متحرک نباشد، باید ساکین باشد. دیدید؟ و کراریسا یا را ببینید بعد از الف سه حرف است و یا در بینشان ساکین هست. پس این شد اسمی غیر منصرف. پس این بود اولین جمله. پس این هست اعراب و تحلیلاتش. پس یک سوال بتید که در اینجا و مساطره و محابره و کراریسه اینها عطف شدگی هستند، چی فایده است از عطف؟ از عطف همین است که کلمه اشتریتو را تکرارن و تکرارن ذکر نمیکنی. نمیگوی خریدم قلم، خریدم دفتر و خریدم خطکش جدول و خریدم رنگدان دوات. یعنی دیگه هر یک کدامش خریدم 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 نمیگوی، بلکه خریدن را یک بار میگوی و با حرف واو عطف میکنی که یعنی همین چیزها را هم همراه همون اقلامن خریدایی. پس حکمی همش یک چیز است، یعنی اقلامن رو خریدی و مساطره رو همچنین خریدی و اینها همشون جمع هستند. اما در ترجمه مفرد ترجمه کردگی هستیم که قلم یعنی خودکار قلم، اما خودکارها یعنی قلم ها خریدم و خطکش یا همون جدول یعنی خطکش ها همون جدول ها خریدم و دوات رنگدان یعنی دوات ها یعنی رنگدان ها خریدم و دفتر یعنی که دفترها خریدم، یعنی اینها همشون جمع می باشد. اما در تاجیکی وقتی ترجمه میکنیم مفرد می شود ترجمه شان.